شاعری چیره دستم که به خاطر ظرافت و لطف لفظ سراب از آن در اشعارم زیاد استفاده کردم، اما معنیشون نمیدونم. میتونی سرابو برام چنان تعریف کنی که بتونم به خوبی در باب اون داد سخن بدم؟ سخته، خیلی سخته. یعنی معناش اینقدر دشواره بهلول؟ معناش دشوار نیست، فهماندن اون به تو سخته. حالا تو تلاشتو بکن، انشاءالله متوجه میشم. تشنه ای رو در بیابانی بی آب و علف و گرم و سوزان مجسم کن. کردم. حالا در مسافتی دورتر از آن تشنه، زیر آفتاب که بر پهنه دشت می درخشه، چشمه آب گوارایی رو تجسم کن. مجسم کردم. حالا اون تشنه به امید سیراب شدن از آب چشمه شتابان به آن سو میره، اما چون میرسه میفهمه که اون چه که دیده حقیقت نداره و چشمه زلالی که تصور کرده جز شنزاری سوزان نیست که شعاع خورشید و انعکاس آسمون اونو پدید آورده. فهمیدی؟ نه، اینی که گفتی از عجایبه و تو مغز من نمی گنجه. یه مثال دیگه بزن. فرض کن من جایی وایسادم و دلم از تنهایی سخت گرفته و مشتاق دیدار یک انسانم. خب یک دفعه از دور کسی پدیدار میشه و به سمت من میاد. من خوشحال میشم که انسانی که مشتاق دیدار و مصاحبتش بودم پیدا شده و منو از تنهایی و دلتنگی رهانیده. خب اما صد افسوس که وقتی نزدیک میشه میبینم انسان نیست. پس کیه بهلول؟ تویی. حالا فهمیدی؟ نه. بیشک تو سرابی هستی که بر من آشکار شده. منظورت چیه؟ از پیش چشم من دور شو. فهمیدم.